در تاریخ انسانیت روزهایی هستند که با گذشت سالها اهمیت و بزرگی خود را گم نمی‌کنند. هر سال در کشور عزیز و محبوب ما به خاطر یادبود آنهایی که بهر خلق و وطن در جنگ بزرگ وطنی جان فدا نمودند و برای قدردانی آنهایی که بهر به دست آوردن غلبه مردانه‌وار جنگیدند، 9 می همچون روز غلبه جشن گرفته می شود. حالا ما در آستانه 77مین سالگرد غلبه بر فاشیسم قرار داریم. از این رو امروز در تالار فرهنگی دانشگاه دولتی کلوب به نام ابو عبدالله رودکی بخشیده به روز غلبه چاره‌بینی فرهنگی فراغتی برگزار گردید. در چاره‌بینی رکتور دانشگاه، دکتر علم‌های پداگوژی پروفسور میرزاده عبدالسلام مصطفی، معاون رکتور اوید به علم و اینواتسیا نامزد علم‌های پداگوژی دوسنت رفیع سفرخان، معاون رکتور اوید به تربیه نامزد علم‌های پداگوژی دوسنت نظرов حاتم و هیئت ایجادی انسامبل 6 مقام نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان اشتراک داشتند. نخست رکتور دانشگاه پروفسور میرزاده عبدالسلام مصطفی سخنرانی نموده حاضرین را به 77مین سالگرد روز غلبه تبریک کرده قید نمودند که جشن غلبه برای تمام خلق‌های سابق شوروی از جمله ملت تاجیک سنه واقعاً مهم و فراموش نشونده میباشد. هرچند که میدان نبردهای خونین از تاجیکستان هزارها فرسنگ دور بود، ولی عکس صدای آن در هر دهکده تاجیک به گوش می رسید. حتی در دوردستترین دیه‌های کوهستان عائله یافت نمی‌شد که پدر، برادر، فرزند یا خویش و اقربایش را به خاطر حفظ آزادی وطن از فاشیست اصلاحگر به میدان جنگ گسیل نکرده باشد. در آن نبردهای تقدیرسوز و تقدیرساز انسانیت صدها هزار فرستادگان تاجیکستان از جمله زادگان و نامآوران منطقه و شهر کلوب نیز اشتراک کرده بهر آزادی وطن جانثاری‌ها نمودند. امروز از هزاران نفر فداییان شخصانی به شمار ماندند که محترم داشتن و قدرشناسی نمودن آنها وظیفه مقدس فرزنده ماست. سپس از جانب خانه مدنیت دانشگاه و هیئت ایجادی انسامبل 6 مقام نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان با رهبری هنرمند شناخته تاجیکستان امردین کبیر و محمد علی ایوبی برنامه فرهنگی فراغتی پیشنهاد حاضرین گردانیده شد.